سرخط مهمترین خبرها: بازداشت کارمند کمیسریات برای گرفتن پاره. در تاجیکستان جنایت تجاوز به ناموس زیاد شده است و گزارش رسانه‌های غربی درباره احتمال حمله آمریکا به ایران. سلام بینندگان عزیز، با امید روزگاری خوش برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز می‌کنیم. امروز 20 فوریه سال 2026 است. آژانس ضد فساد تاجیکستان میگوید که پرونده یک کارمند کمیسریات حربی را به دادگاه فرستاده است. فیض علی زاده سردار شعبه سفربری کمیسریات حربی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری به گرفتن پاره و برآمدن از حد وکالت خدمت متهم شده است. نظر فیض علی زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. آژانس ضد فساد 19 فوریه در خبرنامه نوشت این کارمند کمیسریات حربی ماه اکتبر سال گذشته از والدین دو جوان برای آزاد نمودن آنها از ارتش در عموم $10,000 پاره گرفته است. منبع میگوید که فیض علی زاده در وقت گرفتن پاره دستگیر شده، پروندهش به دادگاه فرستاده شده است. معلوم نیست که این کارمند پیشین کمیسریات در دادگاه تا کجا به گناهش اقرار شده است. این بار اول نیست که کارمندان کمیسریات حربی که مسئول دعوت جوانان به ارتش میباشند با اتهام گرفتن پاره دستگیر میشوند. سال 2025 در تاجیکستان جنایت تجاوز به ناموس قریب 20% زیاد شده است. طبق آمار رسمی سال گذشته در کشور 49 حالت تجاوز به ناموس یا قصد تجاوز ثبت شده است که نظر به یک سال پیش 8 عدد بیشتر است. مقامات درباره سبب‌های زیاد شدن جنایت تجاوز به ناموس رسما چیزی نگفتند. آژانس آمار تاجیکستان تنها آمار جنایت‌ها را جمع می‌آورد. از این رو سبب‌های رو به افزایش آوردن تجاوز به ناموس معلوم نیست. حامیان حقوق زنان در گذشته گفتند که موردهای دست‌درازی به زنان در کشور بیشتر است، زیرا زنان و دختران از ترس شرمسار و بی‌آبرو شدن در بین جامعه به مقامات انتظامی رسما شکایت نمی‌کنند. طبق گزارش آژانس آمار سال 2025 در کشور همچنین غارتگری 24، رهزنی 14، قلابی قریب 11 و قاچاق مواد مخدر 20% زیاد شده است. سبب‌های زیاد شدن این جنایت‌های وزنین معلوم نیست. تاجیکستان در سال 2025 از خارج کشور در حجم قریب $62 میلیون کمک بشردوستانه گرفته است. طبق اطلاع خدمات گمرک سال گذشته 47 کشور از جمله چین، ایالات متحده آمریکا، روسیه، هلند و قزاقستان به تاجیکستان یاری بشردوستانه فرستادند. 82% یاری‌ها از این 5 کشور بوده است. اما مقامات نگفتند که کمک‌های بشردوستانه کی و در کجا صرف شدند. در ناحیه جیهان ولایت ختلان نخستین نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. رئیس ولایت ختلان گفت که اقتدار این نیروگاه 250 مگاوات را تشکیل می دهد. مقامات تاجیکستان پیشتر گفتند که امسال در ناحیه‌های جیهان و اشت نیروگاه‌های آفتابی ساخته می شود. آیا با ساختن نیروگاه‌های آفتابی کمبود برق در کشور تا جای برطرف می شود؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده. جماعت سری خاصار در ناحیه بلجوان. در اینجا که بعضی از دهه‌هایش تماما برق ندارند و بعضی دیگر از تیر ماه تا بهار از کمبود روشنایی اذیت می‌کشند، نقشه خلاصی از این وضعیت را کشیدند. در اینجا سپورشی داخل حکومت جمهوری ترکستان هم بود. ما با محترم وزیر انرژی و ذخیره آب جمهوری ترکستان محترم در جمعه مخری داشتیم، در این موضوع صحبت هم کردیم و یک پیشنهاد کردگی هستیم جماعت دیهاتی سری خاصار قسمت دیهاش که با پنل‌های آفتابی حالا که اومدن لایحه تهیه کردن، روزهای نزدیک کار شروع می‌گردد. تاجیکستان در حال حاضر برق را اساساً از نیروگاه‌های آبی می‌گیرد. ساکنان در ایام تیر ماه و زمستان و به دلیل به گفته مقامات کم شدن سطح آب ساعتها از روشنایی و گرمی محرومند. به همین دلیل در گوشه‌های تاجیکستان تلاش دارند که با ساختن نیروگاه‌های برقی آفتابی این کمبود را از بین برند. بنیاد یکی از چنین نیروگاه‌ها در ناحیه جیهانی ولایت ختلان آغاز شده است. در سال 2026 این سال تا جشن 35 سالگی سیکلون دولتی یک نیروگاه بزرگی پنل آفتابی در ولایت ختلان در ناحیه جیهان با اقتدار 250 مگاوات ساخته به استفاده داده می شود. ساختمان نیروگاهی به همین مانند در ناحیه اش در ولایت سوخ هم جریان دارد. در نظر از هر دو نیروگاه را شرکت ایان انرژی با $250 میلیون سازد. جزئیات سازشنامه با شرکت ایان انرژی
و معلومات درباره مالکان آن معلوم نیست. رئیس ولایت ختلان میگوید اگر طرح ناحیه جیهون موفق شود، آنها برای ساختن نیروگاه‌های آفتابی دیگر شرایط و امکانی بیشتر دارند. معلومات رو ما که پیشنهاد کردیم، وزارت دارو ملاقاتشون شباهتشون باقی مانده است. اگر میسر شود چنین نیروگاه‌ها در حدود ولایت امکانات هم هست. ترکیب پتانسیل بین زیاد است. مشکل میکنیم در آینده باید که زیاد کرده شود. حالا نیروگاه کلانترین برقی آفتابی در منطقه علیچور در ولایت مختار کوهستانی بدخشان است. این نیروگاه ناحیه بلندکوه مرغاب را با برق تأمین می‌کند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 19 فوریه اعلام کرد که دوام 10 روز آینده تصمیم ایالات متحده درباره ایران معلوم می شود. ترامپ در نخستین نشست هیئت صلح غزه گفت ایالات متحده باید به یک توافق خوب با ایران دست یابد، در غیر صورت اتفاق بدی رخ خواهد داد. در این حال رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است که در طول سالها ثابت شده است که رسیدن به یک توافق معنادار با ایران کاری آسان نیست. اظهارات ترامپ در حال صدا می‌دهد که روز 18 فوریه رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران خود درباره بحران با ایران گفتگو کرد. در پی این شبکه‌های CNN و CBS گزارش دادند که ارتش آمریکا ممکن است تا چند روز دیگر آماده حمله به ایران شود. با این حال رسانه‌ها گزارش دادند که دونالد ترامپ در مورد ایران هنوز تصمیم نهایی نگرفته است. پیشتر پایگاه اکسیوس گزارش داده بود که اگر جمهوری اسلامی ایران به طلب‌های آمریکا راضی نشود، دونالد ترامپ یک جواب با اسرائیل می‌توانند در هفته‌های نزدیک جنگ را علیه ایران آغاز کنند. در هفته‌های اخیر ایالات متحده برای فشار بر ایران نیروهای زیادی نظامی از جمله چند کشتی هواپیمابر را به خلیج فارس فرستاده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 فوریه را فرا می‌گیرد. 20 феврал бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид Рӯзи ҷаҳонии адолати иҷтимоӣ таҷлил мешавад. Ин сана ба хотири ба ҳукуматҳо ёдрас шудан аз арзиш ва меъёрҳои мисли таъмини ҳуқуқи иҷтимоӣ, баробарҳуқуқӣ, ҳамоиш бо ҷомеа, таъминот бо кору пардохти маоши шоиста таъсис шудааст. рӯзи 20 феврали соли 2006 расми ифтитоҳи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Сангтуда-2 барпо шуд. бар асоси созишнома $180 миллион харҷи сохтмонро ҷониби Эрон ва $40 миллион боқимондаашро Тоҷикистон ба ӯҳда гирифтанд. нерӯгоҳе ки то соли 2014 бар фарози рудхонаи Вахш пурра сохта ва ба истифода дода шуд, дар маҷмӯъ 220 мегаватт нерӯи барқ тавлид мекунад ва то андозае ниёзи Тоҷикистон ба нерӯи барқро бароварда месозад. 20 феврали соли 1929 зодрӯзи оҳангсоз Ёқуб Сабзанов аст, ки дар 84 соли умраш барои эҷод ва рушди мусиқии замонавиву касбии тоҷик саҳми зиёд гузоштааст. ин намояндаи яҳудиҳои бухороӣ зодаи Душанбе буд ва баъди тарки Тоҷикистон ҳам ҳамеша бо ифтихор худро як оҳангсози тоҷик муаррифӣ мекард. муаллифи даҳҳо операву таронаҳо аз ҷумла Бозгашт, Имтиҳон, достони симфонии ёди рӯдакӣ буд. таронааш Зебанда туро либоси атлас то имрӯз чандин бор бозхонӣ шудааст. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه کم پایان رفت. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه تا 121 سامانه ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 940-943 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 20 فوریه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده خدا نگهدارتان.